یک فور تحت اداره راننده توجک در حدود ولایت ارنبورگ روسیه چاپ شده است. کارمندان پلیس حوزه سول ایلیتسک به کمک راننده توجک رسیده پرچپ فور او را که در درون توده برف چاپ شده بود دوباره به پایهایش راست کردند. در این باره خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت ارنبورگ خبر داد. بنا به این منبع به قسم نوبداری پلیس حوزه سول ایلیتسک خبر رسید که شبانه در کیلومتر 73 روی قزان ارنبورگ اوقبلوق مرز قزاقستان یک فور با پرچپش از راه بیرون شده است و راننده به کمک نیاز دارد. کارمندان DPS بلافاصله به جای حادثه رسیده معلوم کردند که راننده این ماشین ساکن تاجیکستان از شهر نفتکامینسک به سمت قزاقستان حرکت داشت ولی در راه پربرف از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانست و در نتیجه ماشین از راه بیرون شد و پرچپش به بالای برف چپه شد. کارمندان پلیس به جای حادثه ماشین‌های مخصوص را دعوت کرده با کمک آنها پرچپ را دوباره به پایهایش راست کرده فور را برای ماشینگرد برآوردند. در نتیجه کمک کارمندان پلیس ماشین بارکش از اثرات برف خلاص کرده شد. راننده ماشین و شریک او به کارمندان پلیس و خدمات نگاهبین راه برای کمک فوری و آن هم در پوست شب اظهار سپاس کرده برای خود ادامه دادند.